سلام، من سارام و به چنل من خوش اومدین. این اولین ویدیوییه که من تصمیم گرفتم که ضبط کنم. حقیقتا زیاد مطمئن نیستم یه قرار این کار رو ادامه بدم یا نه، ولی چون خیلی وقت بود که داشتم بهش فکر میکردم تصمیم گرفتم که بالاخره انجامش بدم و امتحانش کنم، ببینم که دوست دارم ادامه بدم یا نه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. بچه‌ها، من صبح رفتم آموزشگاه رانندگی. چند وقته که رانندگی رو شروع کردم یاد بگیرم و پرونده اینامو گرفتم که ببرم امتحان آیین‌نامه بدم. بعد اومدم الان خونه تازه و یکم خستم. دی کار خاصی نکردم، ما زیادم طول نکشید ولی خسته شدم. تصمیم گرفتم که الان نهار درست کنم. احتمالا لوبیا پلو درست کنم. امیدوارم که خوشمزه بشه. با من همراه باشید. سلام دوباره بچه ها. الان ساعت بذاریم ببینم، ساعت حوالی 4:30. من یکم بعد نهار همینجوری لش کردم و هیچ کار خاصی انجام ندادم. یوتیوب دیدم، تو اکسپلور گشتم، از این کارا. الان قهوه‌ام درست کردم، اینجاست. صدای خوبی هم میده. آره خلاص من نشستم و دلم میخواد درس بخونم. حقیقتا نمیدونم چقدر قرار موفق باشم در این کار، ولی دوست دارم که درس بخونم، چون یه چند وقتی خیلی همه چی رو ول کردم و زندگی هم بهانه‌های مختلف بهم داد که من از اون بهانه‌ها به خوبی استقبال کردم و هی عقب انداختم همه چی رو و اصلا ول کردم چند وقت درس خوندن و احساس کردم که امروز اون روزی باشه که قرار برگردم به تحصیل، ولی زیاد مطمئن نیستم. دوست دارم که چون زیاد حوصله ندارم و احتمال این وجود داره که هر لحظه درس خوندن رو ول کنم و بیخیالش بشم، تصمیم گرفتم یه چیزایی بخونم که دوست دارم. مثلا احتمالاً یکم زبان بخونم، یه کوچولو مثلا ریاضی بخونم احتمالاً، چون اگه چیز سختی شروع کنم قطعا قرار ولش کنم و یه بهانه دیگه پیدا کنم. آره خلاصه بچینیم الان یکم جلوشون بشینیم قهوه بخوریم. بذار ببینم چه مزه‌ای شد. خیلی خوشمزه است.
واقعا خوشمزه است. دوستش دارم. یکم دیگه. واقعا خوبه. راضیم از زندگی، راضیم.